افغانی که برای هر نیازمند مبلغ 5000 افغانی تنظیم شده بود از کمک های شما اهدا خواهد شد. همکاران ما بعد از خریداری گلها آنها را تنظیم کرده و تصمیم میگیرند تا به سوی نیازمندان بروند. از آمدنت کاش که خبر می داشتم، سر تا سر کوچه را گل می کاشتم، گل می کاشتم، گل گلاب می کاشتم، خاکی قدمت بدیده می ورداشتم. سلام هموطنان عزیز، در جایی که هستین خداوند پاک دفع امان خود شما را نگاه کنه و امروز ما باز با یک ابتکار جدید در خدمت شما قرار داریم. ما سردار نظری با جمع از همکارایم امروز یک برنامه متفاوت ایدی را بر شما آماده ساختیم که تقدیم خواهد کردیم و شما این گلایی را که میبینین در هر کدام از این 5000 افغانی را ما حک کردیم به خاطر از این که هنوز قرنطین به پایان نرسیده. دولت عزیز ما تا فعلا اعلان نکرده که مردم باید بگیره یا نگیره. با اون لحاظ ما خواستیم که از این که ما تحفه عیدی بر هموطنان عزیز ما خریداری کنیم مثل چاکلیت و کلچه و سیمیان و نخود و کشمش، ما خواستیم که یک ابتکار کنیم و پول نقد برشان تقدیم کنیم. بنابراین دوستان میتونن که از این پول برای عید خودان یک چیز خریداری کنن و اگر عید نبود دیگه نوارد و روغن این چیزا خو میشه. خب گلای را که شما میبینین به خاطر از این ما پول دست جابجا کردیم که هموطنان عزیز ما همیشه برای کس دست دراز نکنه و ما بتانیم که توسط همی گل دست خدا برشان دراز کنیم و از لطف و مهربانی که شما کردین و این پول روان کردین امروز این تحفه عیدی گفته برشان تقدیم کنیم و تا ای که بتانن یا خرچ خوراک یک ماهی خودان خریداری کنن و همچنان اگر عید بود بخیر کمو خرچ خوراک ایده که از قبیل میوجات است خریداری کنن. پس ما میریم حال داخل شهر. هموطنان عزیز ما که نیاز مبرم به پول دارن و نیاز مبرم به خریداری مواد خوراکی عید دارن و یا ای که مواد ارتزاقی بر از اونا یک دانه تقدیم خواهد کردیم. سوجهش اینجا برتان نمیگم، داخل شهر که رفتین خودتان در تصویر مشاهده خواهد کردین. و یک چیز باید ناگفته نمانم که 100 دانه را ما ترتیب دادیم که مبلغ 5000 افغانی در هر کدام گل حک شده که تقریبا مجموعاً 5 لک افغانی میشه که امروز به 100 خانواده نیازمند ما امروز انشالله هدیه خواهد دادیم. پس تا آخر برنامه ما را بیننده باشین و این ابتکار را که ما کردیم تا فعلا کسی دیگه نکرده، منتظر بزرگترین ابتکارات باشین و ما پول یا مواد قسم بر هموطنان عزیز ما تقدیم میکنیم که خدای نخواسته اونا فکر نکنن که مرا خیرات دادن. ما به شکل تحفه به یک شکل برشان تقدیم میکنیم که فکر کنن که یک برادرشان از خارج برش پول روان کرده یا ای که کدام هموطنشان برشان پول داده یا ای که مواد داده. با او خاطر دیگه ما میخواهیم که توسط همی ابتکار خود که یک شخص حداقل که یک آبرو و عزت داره، خدای نخواسته آبرو و عزت زیر پای نشه، به یک شکل برش تقدیم میکنیم که اونا از ما راضی باشه از شما و پولی که شما روان میکنین اون نزد پروردگار است دیگه به هر راهی که مصرف شود که نیازمندا باشه خداوند پاک اجرش برتان میده. و حالا میریم دوستای عزیز داخل شهر ببینیم که با انداختن گل در گردن یکی از مستحقین، چی طفل باشه، چی پیر باشه، چی جوان باشه، چی معلول باشه، چی معیوب باشه، به گردنشان پرتیم و عکس العملشان شما ببینین که چی عکس العمل نشان میده، آیا خوش میشه نمیشه، آیا تعجب میکنه نمیکنه. پس تا آخر برنامه ما را با جمع از همکارایم بیننده باشین و امروز میخواهیم که 100 خانواده را که 5000 افغانی داخل هر گل جای به جای شده تقدیم کنیم تا ای که باشه روزای عید به خوبی و خوشی سپری کنه همراه خانواده خودان. و اگر عید نبودم میتونن که برای یک ماه مواد ارتزاقی خودان خریداری کنه و در کنار خانواده خودان عید به خوشی و خوبی سپری کنه. میریم داخل شهر ببینیم چگونه هموطنان عزیز ما همراه ما مقابل میشه و این تحفه ما را به چی شکل ما تقدیم خواهد کردیم.
سلام علیکم. ماما جوړ صدقه ده. څنګه سورې ته ناستې؟ ولا څوک سودا نه سره روزي خیر. آیسکریم خو په ګرمي کې خرڅېږي او ته یخ ته ناستې. ما درته ګل راوړی ته سترګې پټې کړه دا ګل درته واچومه. ته سترګې پټې کړه خیر ده. ته خو حاجي یې که نه؟ حاجي صاحب اختر دې مبارک شه نو خدای دې در سره ښه وکړي. صحیح ده. مخ دې راواړوه حمله مې په زړګي وکړه شابه تباهي وکړه شابه تباهی. حاجی صاحب از کاج رفته بود مرا نگفته بود من همسایه‌شان بودم. باز خبر شدم که این آدم بیادر آمده دیگه امروز براش یک گل در گردنش انداختیم. تبریک باشه برات. مبارک دشه ماما. زنده سزا الله ده مال شنو. این پیرمرد هم چشمانش تنها راه حل برای بیماری که در خانه دارد می جوید. او 3 بار متوجه این گونه تعجب نشده است. پیسه از دهش نه 5000 پس ندیدی؟ نه 5000 برای موضوع که اجر پیسه صحیح بکشه که داری باشه. این برنامه همه تو رسو کاکا تبریکت باشه. این برنامه توفه اید است خو بان ده گردنت بان دیگه خو نه چایکو 4500 یا 1000 هم ازاری این را ببر بخیر برید یگان چیز بگی صحیح است. چی میکنی حالی یارا؟ مریض داری؟ این چی هسته؟ چاربیخ میگه. چاربیخ این را جوش میتی کاسنی. چی کده مریض شکر است چیز؟ والا مریض اینه تو رفت ساله دیگه چی گرفتش ملاریا گرفتش چی گرفتش. امیر جو دفته و میمانی نه شو ده ستاره. ستاره میمانی. بازی فایده میکنه. خب این قسمتت رسید دیگه تبریک باشه اینی رو بگی برید بخیر یگان. دوا موا که میکنیم ان شاء فایده که پیسه مالا چی درو. نه پیسه چشمای تا پت کو دیگه نه. تبریکت باشه پدر جان. مبارکت باشه. حالا عید کدی یا نه؟ یا هنوز عید نشده؟ ها؟ باش خیلی ما یک دانه توفه آوردیم برات با کسایی که کار میکنن عیدت مبارک باشه. قربانت سلامت باشی. 5000 پس گم نکنی خب. این قات که دیگه برو طرف خانه میوه عیده بخیر. پیسه باران شاستی دیگه میاله. دیگه ما یک گل در گردن است تو میندازم تبریک است تو باشه خب. در گل چیز دیگر نمیگری؟ این چیزا هست. چی هست ای کاکای؟ اینا پیسه به چیز است. پیسه اصلیه که گم نکنی؟ نه اصلی نیست. اصلی ای توفه از طرف از ما خو؟ 5000 پای بگیر برو خانه بخیر سه؟ برو بخیر گم نکنی خو؟ پیسه اصلیه؟ بابا اگر زنت بکش کسکور نکن. بانشه برو پناهت به خدا. در زمین مصارف عید خود را جور کو سه؟ برو پناهت به خدا. این ایام از طرف ما تبریک باشه برات خب؟ یک چک کنین برش تبریک باشه. 5000 افغانی است خب؟ کسایی است که در بغل سرک میشینن. اگر موی سفید بود کارگر نداشت مستحق است. اگر نبود کلگی خودت میبینی قطار شیشته چرا کار نمیکنی مثل اینی کاکا واره خشتای طلا را ببر بیار. همه ترس یعنی برو پناهت به خدا. برای بچه ای برای ری سفیدات برای کارگران. ما دیگه چیز از دست ما نمیاد دیگه آمدیم که می هموطنای ما را که نیازمند است یک گل در گردنش پرتیم یک تبریکی بتیم برش. تبریکت باشه. بخیر باشی سلامت. ایران میکشیم. 1000 2000 3000 4000 5000 افغانی دهش. ایرا بگی برید یگان چیز بخر توفه است خب. ما دیگه از دست ما چیز نمیه گل گردن آوردیم برای کسایی که کار میکنه. این دیگه از طرف ما بیادر برای توفه است از طرف هموطنایی که
از خارج پول روان کرده بودن و ما خواستیم که میره تحفه گویا بر هموطنا تقدیم کنیم. 5000 افغانی سیده بگی برات یگان خرچ برچ که صحیح است. ما به نمایندگی از افغانای مقیم خارج ایده برای تبریک میگم و اونا یک تحفه روان کردن، گفتن یک گل گردن بگی در گردن هموطنای ما پرتو بگو که ایدتان تبریک باشه. صحیح است. اینی رو من برای تبریک میگم. خدا کنه که از این بتانی مواد ایدتان بخری، یار روغن هم بخری، کشمش و خسته و پستان بخری. صحیح است. اینمی یک گلک از طرف ما دیگه ایدت برای تبریک میگم. خدا کنه که بیادر روزای ایده به خوبی و خوشی سپری کنی. صحیح است. مرا دیم گفت از خارج زنگ زده بود یک دانه گل بگی در گردن همی رنگمال ما پرتو بگو تبریک باشه بیادر ایدت، تبریک باشه بیادر. گفت بگو که برات بیادر 5000 پس میوه بخر، دانه بخر، تا بالا ندیده بود. این حالا که ما گفتم 5000 است سعی کردی نه؟ اینی جلی نباشه نه دیگه خاطر جمع. بخیر باشی. این امیره بگی یگان خرچ برچه اوقات خوش، سلامت باش، برنامه تان قربانت زنده باشین، جان سپاس وطندارای ما. خب شما دو تا خب ما همیشه میبینم یک کراچی را میبره میاره نه؟ این وزیسه. خب بیا خیر باشه. ما طرف هموطنای ما در خارج بود ما را گفته که عید تبریکی بده بر هموطنای عزیز ما یک دانه گل در گردنشان پرتو و هنال دیگه ما مبارکت باشه بیادر. این میره بخیر یک تحفه ایدی کنین. صحیح است. روی تدور بده که کامران ببینید. مبارک باشه. چک چک برای ما. چک 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 یکی شاس یکی شام. هم دوم را ایمون لواسه کیگی. صحیح ده. بس مبارک دشه ماما. بیادر تبریکت باشه. باز که چپه انداختیم. تبریک باشه. 5000 افغانی است که تینمی چیزای تا بخیر بخر طرف خانه برو. صحیح است. یک دانه گل گردن است امیر آورده میخوایم که برات تحفه بتیم. امیر در گردنت پرتیم و ایده برات تبریکی بگویم. صحیح است. باز که می کاکا برم. تبریک باشه بیادر برات 5000 افغانی است که تینمی خرچ ایده بخیر بخیر. صحیح است. قربانت. یعنی یک گل گردن است امیر ما در گردن است تو میندازم و ایده بله تو تبریکی میگم. صحیح؟ زنده باش. مبارک تو باشه. خب 5000 افغانی ایره ببر خانه خور. سلامت. یگان بیل دیگه در گردن خود بیل. کاکای باشی. تبریکت باشه دیگه. نمیره بخیر باز برو خانه. 5000 افغانی است کتش یگان چیز بخر. صحیح است. بخیر باشی. قربانت. این هم بانوی جوانی که همت کرده و برای خانوادهش این گونه کمک میکند. کجا؟ کارگر خانه خودت هستی؟ ما یک تحفه آوردیم دیگه را خدا گل گردن برشان مندازیم از تو را برای کراچیت گل گردن مندازیم. صحیح است. 5000 افغانی است از طرف هموطنای ما که از خارج کمک کردن. صحیح است. ایره بگی دیگه خرچ ایده کو. صحیحه. تحفه ایده است دیگه. بخیر. مبارک باشه کاکای. 5000 افغانی خانه تو ببر بخیر. امی خرچ برچ ایده کو. خب 5000 افغانی نه پیسه شده میگری؟ آره یا ندیده؟ نه یکی. یه هزاریه یا نه پاکشی پیسه. خب خانه کجا؟ خانه این چیزه 20 متر. امروز چند کار کرده؟ امروز 20 روپیه. 20 روپیه در کل روز؟ کل روز. یعنی 5000 و 20 روپیه کار کرده. خیلی. برو بخیر خانه. کجا رو استی بخیر؟ چی شرکت؟ شرکت در کجاست؟ این قلاینا بالاتر. چند کار کردی؟
هیچ کار نکردیم دیگه. پایا کتا چی کده؟ مایوب هستم. کوکه نشان بده. کن بربین ما خرد یشتن. تو همو بوت خوری بکش. این ناخنون ما حرکت نداره. الله. دیگه دیست من مایوب هستم. بیس هست. کجای دیستی؟ یا حرکت نداره؟ نه دیگه ناخنون ما حرکت نداره. خب. بله کالا مالا چیز گرفته یا نه؟ نه دیگه یه مال دقیقه می خرج خوراک خمانی. کالا از کجا شوه؟ این مال کرای خانه از یک سال. دیگه کارگرم تنها خود. روز چند دانه را خود تو مخوری؟ روزه دار. نه پیش از روزه. خورده نمیتونم دیگه او تاوان چه پورا نمیتونم. اگه ایره بخوری دیگه پاک پیسه شیره چقدر فایده تویه؟ فایده دیگه نمیکنم دیگه بی 50 روپیه در روز بالتی میگیرم. 50 روپیه بالتی میگیرم یعنی دیگه در شرکتم ببرم فایده شد از مک بومنه 30 روپیه 40 روپیه. ما پیش از پیش ایده بر تو تبریک میگم خو چشمای خورو پوت کن چشم خورو پوت کن نه تو باش بنده چشمای خورو پوت کن مبارک تو باشه خو زنده باشید تشکر خدا نگاه کنه سلامت باشید دیر بداره سلامت 5000 افغانیه بله اید خود یگان چیز بگیر برای خانه تشکر صحیح؟ با عمری بچه ها رو درست فارسی کده؟ نه فارسی نکده؟ فارسی کردیم که زنم فوت کرد فوت کده؟ هم چیچای میرم طرف خانه هست خواه چای تو یتیم ها؟ رزگار وقت کارسی کردی اندیوالای تو در گردن تو گل انداخت یا نه؟ چند دانه بود؟ تو وقت دیگه اون یک دانش ما بودیم در خارج بودیم خب؟ حالا آمدم ما گفتم باش پیش اندیوال خود برم که ما گل در گردن چی ننداختیم اینال یک دانه گل در گردن از تو میندازم در روز قیامت خدا در گردن تو گل پرده سلامت باشی زنده باشی گل در گردن از من پرده که ما دعا میکنیم در سر سلامت باشی زنده باش 5000 افغانی است و خیر بگیر برو خانه خود دیگه همی سودا ایده بگیر سیه خیر ببینیم دل تو آرد روغن میگیری کالا میگیری سودای پیسه است توی دیگه ما کار ندارم خب از ما وظیفه ما همیشه بود که هم افغانایی که اونجا در خارج هسته و کمک کرده بود ما را گفت بله مستقیم برسان ما را خیر دیگه یعنی ما در گردن تو گل انداختم پیسه تو را دادم دیگه مسئولیت از ما خلاصه خب بعد از این دیگه تو مفهمی پیسه تو حال ما گرفتم نمیتونم بس دیگه خیر ببینیم بر پناه تو به خدا خدا نگاه کنه زنده باشی و خیر باشی ایده برای تبریک میگم دیگه اینی گل از طرف ما بگی برو بخیر بیادر خوش شکر بزن صحیح؟ بخیر باشی تو چشمای خور پود کنه ما در گردن از تو گل میندازم واز نکنی واز کردی دیگه سوخته خواه مبارک تو باشه دیگه سلامت باشی یک دانه گل آوردیم یک توفه همین در گردنت مندازم دیگه ایده برای تبریک میگم خب ایدت مبارک باشه سلامت باشی این رنگ صحیح است یا نه؟ گل است دیگه در گل باز چی است؟ گل پیسه است پیسه است؟ نه 5000 پس برو بخیر دیگه امیر استفاده کو صحیح است؟ با عزت باشی پناهت به خدا خب ما دیگه چیز از دست از ما نمه ما تو رو میگم که اید از تو تبریک دیگه اینم یک دانه گل آوردیم در گردن استی پورته مونیم آره اید از تو مبارک این گل در می خیلی زنده باشی این گل که هست یک چیز داره خب زنده باشی ایره واز کنو نه چی هست ده این گل چیز منگره دیدم با دردخور هست یا نه اگر نه یک در جوی پورته کنیم نه تشکر دیگه اینالی ما جمع میکنیم که باد نبرس پیش تو چند کار کردی؟ با خدا امروز دیگه 20 روپیه کار کردیم کار نکنیم نه دیگه 5000 20 روپیه کار کرده اینجا زنده باشی این یک چیزی هست 5000 افغانیه 20 روپیه هم در جیب است تو اینال خانه رفتی سر
نه اولادا دیگه یک کاسرک کنه دیگه. خب شما خوش وقت بسید. شما بخیر باش، سلامت. بر پناه تو به خدا. دوستان عزیز، ما در آخرین نقطه دشت برچی هستیم دیگه. نیم ساعت به افطار مانده و ما قرار است بریم به خیر طرف شهر کابل. اینجا نه هتل است نه رستوران است، همونجا یک لقمه نان صرف کنیم. اگه بعد از افطار هم هموطنان عزیزمون نیازمندا را گیر کردیم برشان همین تحفه را تقدیم میکنیم. اگر نه که نکردیم باز فردا بخیر دیگه. امروز 27 رمضان است. دوستایی که پول روان کرده بودن جزئیاتش باز آخر خواد دیدن و پولشان گفته بودن در ماه مبارک رمضان بر هموطنان نیازمند ما برسانیم. خب دوستان عزیز، ما افطار کردیم دیگه، نمازها را خواندیم. خدا قبول کنه. فکر کنم که ساعت هم از 20 کم 9 بجه دیگه. فعلا بر آمدیم در سراغ مستحقین هستیم. اگر یگان تا را پیدا کنیم خدا قبول کنه. خدا شما را هم خیر بده دیگه. ما هم شب و روز زحمت میکشیم، ما را هم کم درک کنیم. ما دیگه خود چیز نداریم دیگه، فقط یک گل آوردیم. همی پیش از پیش ایده برای تبریک میگیم. همی گله که در گردنت مندازم دیگه. نمیر از طرف ما میخوایم که هموطنان عزیز ما را بگویم که عید تبریک باشه. صحیح است؟ رنگ گل چطور است؟ سایلش کو صحیح نه؟ ها؟ چی است عالمی گل چی است؟ نه چیز کاس نه خود تو بگو دیگه. چی است ای؟ نامش بگی سر ازی خود سرگردان میگردی او کاکا. سرگردان خود پیسه است و گل است. گلش هم میگیری یا پیسه شه؟ گلش هم میگیرم پیسه شام. 5000 افغانی است. میری میوه دیتم بخیر میخری یگان خرچ خوراکم. صحیح قربان. ما دیگه چون عید نزدیک است بخیر یک دانه گل آوردیم که بیادر بر عید تبریکی بگویم. میره در گردنت مندازیم انشاءالله که جور و سلامت باشی. صحیح مبارک باشه برات دیگه. فقط کتمی 5000 افغانی باش که دو تا از فکر کنم دو تا را انداخته که ما در حسابی غلط نشیم. 5000 افغانی در یک دانه شون امور بخیر میری یگان چیز بر عید میگیری. صحیح دلت آرد میگیری، روغن میگیری، او کار خودت از دیگه. از طرف افغانای مقیم خارج کمک شده بود برای خودت یک دانه تقدیم کردیم. صحیح اینال خوشحال دیگه طرف خانه برو. صحیح برو پناهگاه کت به خدا. بیا خیر باشه دیگه. ما یک دانه گل گردن آوردیم. میره در گردنت مندازیم یک تبریکی میتیمت بخیر عید. صحیح سلامت. تبریکت باشه دیگه. اینت یک دفعه روشنی دور بته خدا. 5000 افغانی دیگه نمیره میگیری یگان چیز میخری. صحیح قربانت بخیر باش. این قسمت تو بود دیگه. اگه نه از کجا تا کجا آمدیم نفر نیافتیم دیگه. قسمت تو بود. این نگه که بگی برو بخیر خانه دیگه. صحیح خدا مهربان از دیگه. شوای عید است که ما گفتم باش که دیگه چیز خواست دست ما نمیشه. یک گل گردن نمی گردن هموطنا مندازیم یک تبریکی میتیم. برای خود تبریک باشه. کاریگر هستی دیگه. سلامت باشی. همین رنگ گل خوشت میاد تغییرش بتیم؟ نه ها؟ یعنی 1000 2000 3000 4000 5000 5000 افغانی قبول کنه. با عزت باشه قربانت. این پیرمرد هم حکایت از سه بیوه می کند که سرپرستی همه آنها را به عهده دارد. او به تنهایی از صبح تاریک تا شب تاریک برای یافتن نفقه به یتیمان تلاش می کنند. چرا ورخطایی کردیم؟ میفهمی که ما تا کچسنگی رفتیم تا که تو اینجا برسی. دوستا عزیز کاکا را در باغ بالا دیدیم چون اونجا زیاد کسایی هست که از لباس شهرداری ما ریاست تنظیف ما استفاده میکنن. فقط لباس پوشیدن شب و روز همی لب سرکا استاد هستن و از مردم همی کمک میگیرن. کسایی که مستحق است پول بر از اونا نمیرسه. یک تعداد لباس شهرداری ما را لباس
نارنجی پوشای ما را که واقعیت شب و روز زحمت میکشه اینا پوشیدن و از او استفاده غلط میکنن. پول که میایه یا کدام کمک اینا پشت موتر میدون، چون اونجا 20-25 نفر یک تیم هستن. بیروبار بود و ما خواستیم که کاکا را اینجا بطلبیم به خاطر که تنها است. اینا لباس پیدا نشده 10 بجه شب. پدر جان دیگه اینی گل گردن از ما در گردنت مندازم، تحفه ایدی است. خب و خودت گفتی که چند نفر در فامیل است؟ گفتی 3 تا یتیم 3 تا بیوه. 3 تا بیوه سنی. خب احمدی صاحب کجا شدیم؟ یک دانه خلطه را بیار بیادرم اینجا. کاکا 3 تا بیوه که خودت از دیگه. خب هر کدامش طفل داره دیگه. این بچه هایت کلش در اردو بود. چقدر سخت از برات دیگه که 3 تا فرزندت. حال دیگه تا 12 بجه 1 بجه شب دمی سرکاستی دیگه؟ نه حال بابزار ایشا دیگه تسخیم بود. خب چی؟ ساعت دیگه نه 5 دقیقه به 10 مانده تا که خانه میرسی 11 بجه میشه دیگه. خب باز از اینجا بایسکل داری یا پیاده؟ خب جان یکی دیگر هم بته به خاطری پدر جان 3 تا بیواز کتیش 3 تا فرزند خود از دست داده. یکی دیگر آمده گردنش مندازم اینه کاکا جان. باش که نه یکی از خودت یکی از کراچی دیگه. 5000 را بخیر بگی در پاکت پرتو که شو است دیگه مستقیم طرف خانه بخیر. صحیح است؟ جان هیچ گپ نیست دیگه. کاکا جای شدیده که کجا بانه. صحیح است؟ یه نه دمی داخل بوجی بان در سرش یک چیز بان خیر و خلاص. صحیح است؟ قربانت پدر با عزت باشی. من شماره تا گرفتم باز انشاءالله در خانم خبرت میگیرم. کوچه قلعه کاشف خانه است که رئیس خواه دم پیش قبرستانیا کوچه دواخانه می باز ما زنگت میزنم بخیر. باز میایم خانه کدم تفلکام یگان گپ میزنیم انشاءالله باز دیگه کمک هم کد از وام میکنیم کد خودتان. صحیح است؟ قربانت بخیر باشیم. خب دوستان عزیز 10 بجه شب است و پدر جان ما 2 دانه گل گردن دادیم به خاطر از این که 3 فرزند خود درای وطن از دست داده. واقعا دردآور است و این 10 بجه شب تا خانه میرسه 11 بجه میشه دیگه. اینی زندگی ماست. ما هم بخیر را گم کردیم. برو پدر جان پناهت به خدا. و صدایی که از قلب دردیده این پیرمرد ناله می کند دست دعا برای شما عزیزان بر می دارد. یعنی 2:30 بجه است کار میکنی برای ملت؟ 2:30 است شاید تا 11:30-12 را بند. باز دیگه خانه میری دیگه زفت بیال مفتی دیگه گای پای درد گای شانه درد. سلامت باشی. یک تعداد هموطنای ما یک ذره گل گردن روان کرده بود از اروپا از کشورهای خارج. مرا گفت که بدر هر کسی کار میکنه واقعیت نیازمند است یا مستحق است. از طرف ما گفیده برشان تبریک بگو و یک دانه گل گردن گفته گردنش پرتو بیادر این تبریکت باشه با عزت باشی. یعنی یک دنیا ارزش دارم. خب اینی آخریش که هست 1000 است. خب 1000 2000 3000 4000 5000 پناهت به خدا زنده باشی. یا هم یکی از نارنجی پوشای ما بود که ساعت 2:30 شب است و آمده به خاطر صحتمندی ما زحمت میکشه سرکار پاک میکنه و واقعا نیازمند است. فکر کنم 5500 یا 5300 که اضافه کاریشان شاید 7000 ما شو همطور است دیگه. فعلا در افغانستان یک طفل روزانه 100 روپیه مصرف داره. پدر بخیر باشی. این هم پایان یک بخش از برنامه امروز. ما فردا به سوی ولایت لوگر می رویم و جویای احوال نیازمندان می شویم. همکاران ما با وجود تهدیدات امنیتی جانهایشان را به خطر انداخته و دست فقرا را در زیباترین طبیعت خواهد گرفت. از شما می خواهیم تا بیننده برنامه آینده ما هم باشید.
حالا هم مصارف مجموعی برنامه را تماشا کنید و بیان داشته باشید افراد باقی مانده در برنامه آینده تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. کمک های صورت گرفته در این برنامه از طرف محمد از لندن 47500 افغانی، تمیم هالند 20500 افغانی، همایون توخی استرالیا 29700 افغانی، حاجی مسعود رستاقی و خانمش آمریکا 19000 افغانی، مالک کریمی آلمان 25700 افغانی، مسعود علی شاه بیبی حاجی زبیولا اصغر بلژیم 19500 افغانی، حشمت صالح آمریکا 17000 افغانی، محبوب کارگر آلمان 21500 افغانی، زرمین افریدی جرمنی 21500 افغانی، خوجا شهاب‌الدین جرمنی 16700 افغانی، عزیز احمد آمریکا 31500 افغانی، خانم نسرین آلمان 12600 افغانی، عبدالله کانادا 8650 افغانی، نعیم عثمانی جرمنی 12500 افغانی، محمد حکیم و خانمش کانادا 15700 افغانی، نظیر احمد کانادا 13500 افغانی، بنیامین آمان کانادا 16600 افغانی، هاشم کانادا 17100 افغانی، پلوشه احمدزی هالند 16500 افغانی، تمنا صمدی و خانم زهره حبیب جرمنی 18000 افغانی، احمد جان و محمد جان نروژ 30000 افغانی، هیله پوپل آمریکا 26600 افغانی، فامیل نوابی جرمنی 13500 افغانی، بهار احمدزی 39500 افغانی. مجموع پول های کمک شده به این برنامه 511250 افغانی که مبلغ 500,000 آن نقداً به اشخاص نیازمند تحویل داده شد و مبلغ 11250 افغانی هم 100 دسته گل گردن خریداری گردید.